این مرد ویتنامی در حال آماده سازی گل روسه تا با اون کاشی سقف درست کنه، صنعتی که توی ویتنام قدمتی 2600 ساله داره و به قدری از نظر فرهنگی مهمه که حتی با وجود تغییرات تکنولوژی هنوزم به روش سنتی ادامه پیدا کرده. فرایند ساخت کاشی‌های سفالی توی ویتنام از استخراج خاک رس آغاز میشه و بعد از ترکیب خاک رس با آب به قدری ورز داده میشه تا تمام حباب هوا از اون خارج بشه، چرا که وجود هوا میتونه توی فرایند پخت باعث ترک خوردگی یا شکستن کاشی‌ها بشه. بعد از آماده سازی گل رس اونها رو به شکل هلال کم عمق قالب زنی میکنن و برای 7 روز یا بیشتر در معرض هوا قرار میدن تا به حالت چرمی سخت برسن، چون این مرحله برای جلوگیری از ترک خوردن در حین پخت خیلی ضروریه. و در مرحله آخر هم کاشی‌های خشک شده داخل کوره قرار میگیرن و به مدت 1 هفته با دمای 1000 درجه سانتیگراد پخته میشن تا اینطوری استحکام دوام لازم رو در برابر شرایط مختلف آب و هوایی به دست بیارن.